اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب جلسه گذشته اقوال در مسئله رو عرض کردیم. امروز به حول قوه الهی میخوایم به یک نتیجه برسیم که آیا در باب قضاوت منصب قضاوت فقط برای مجتهد مطلق یا نه مجتهد متجزی هم میتواند قاضی بشه. عرض شد که قول اول این که منصب قضاوت فقط برای مجتهد مطلق است. قول سوم هم که قول حضرت امام بود، فرمود منصب قضاوت برای مجتهد مطلق، اما بنابر احتیاط واجب برای مجتهد متجزی منصب قضاوت جعل نشده است. یعنی جرأت این که فتوا بدهد که جعل نشده است صریحاً فتوا نمیده، جعل شده هست هم صریحاً فتوا نمیدهد. میفرماد بنابر احتیاط واجب مجتهد متجزی با وجود مجتهد مطلق نمیتواند به منصب قضاوت برسه. اما در مقابل مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفتن که نه، مجتهد متجزی هم در عرض مجتهد مطلق میتواند به منصب قضاوت برسه. امروز میخوایم در رابطه با دلائل این قول اول که میگن مجتهد متجزی نمیتواند به منصب قضاوت برسه، میفرماد که ما دو تا روایت داریم. یه روایت همون مقبوله عمر ابن حنظله است. من پیش از این که کیفیت دلالت این حدیث رو برای این قول نقل کنم، یک نکته رجالی هست میخوام عرض کنم، شاید چیز جدیدی باشد. تا به حال از رسائل که ما میخوندیم تا کفایه، مکاسب یا بفرمایید درس خارج، به این روایت میرسیدیم به ما میگفتن مقبوله عمر ابن حنظله. چرا؟ چون راوی آخر که عمر ابن حنظله باشد در رجال ازش توثیق خاصی وجود ندارد، اما چون متن روایت رو فقها تلقی به قبول کردن، از او تعبیر می شود به مقبوله. اما بحثی که من امروز میخوام عرض بکنم اینی که این روایت رو من بعد تعبیر به مقبوله نکنیم، تعبیر میکنیم به معتبره. یعنی جناب عمر ابن حنظله از نظر توثیق هیچ مشکلی ندارند. اتفاقا مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه از جمله کسانی است که این روایت رو معتبره میداند، مقبوله تعبیر نمی کند. از دو راه می شود ما اثبات بکنیم که
سند روایت عمر بن حنظله هیچ مشکلی نداره. اولین راه طریقی است که شهید صدر وارد شده. خوب عزیزان گوش بدید، جلسه طلبگیه. این که از قدیم تا الان میگفتن مقبوله عمر بن حنظله، حالا شهید صدری پیدا میشود میگه که در روایت از سند اشکالی نداره. استیحاش نکنید، دقت فرمودید ببینیم حرف ایشون چیه. اگر دلیل ایشون یه دلیل قانع کننده بوده ما دلیل رو بپذیریم. عرض میکنیم که از دو راه میشود بگیم که این روایت از نظر سند هیچ مشکلی نخواهد. راه اول، یه مقدمه کوتاه برای این راه اول بگیم. 3 بزرگوار داریم، یادداشت کنید. 3 بزرگوار داریم به نام بزنتی ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع هستند. هرگاه یکی از این 3 نفر از کسی روایت نقل کنند، داخل پرانتز مرویگون ان، از چند حال خارج نیست. درست شد؟ بزنتی نقل بکند بر فرض از عمر ابن حنظله، صفوان ابن یحیی نقل کند از کسی. عنایت فرمودید از 4 حال خارج نیست. 1، گاهی اون راوی که این 3 نفر از او نقل روایت میکنن در علم رجال به توثیق آنها تصریح شده است. مثلا صفوان ابن یحیی عن ابراهیم ابن عثمان، صفوان ابن یحیی عن ابراهیم ابن عثمان. یعنی الان استاد صفوان کیه؟ ابراهیم ابن عثمان. دقت کردید؟ این ابراهیم که استاد صفوانه، چون صفوان میشه راوی، ابراهیم ابن عثمان میشه مرویگون ان. تو رجال گفتن ابراهیم موثقه. خب در این صورت در اعتبار روایت شکی بفرمایید نیست، چون نسبت به استاد صفوان تصریح به توثیق شده است. 2، عکس صورت اول، یعنی نسبت به مرویون عنه این 3 نفر تصریح به عدم توثیق شده است. مثلا کشی میگوید که فلان راوی که صفوان ازش نقل روایت میکند کذاب است. بله؟ در این صورت قطعاً روایت ارزش بفرمایید نداره. درست شاگرد شخصیتی مثل بزنتیه، مثل صفوانه، اما استاد مناسبی نیست. اصحاب رجال او رو توثیق نمیکنه. پس این 2 صورت که روشنه. اگر استاد این 3 نفر رو رجالی ها تصریح به توثیق بکنن، قطعا روایت از نظر سند مشکل نداره. تصریح به عدم توثیق بکنن، قطعا این روایت اعتبار ندارد. صورت سوم،
گاهی این سه بزرگوار به صورت مرسل نقل میکنن. مثلا صفوان ابن یحیی عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. آیا همین گرفتی مسئله را؟ صفوان ابن یحیی عن بعض اصحابنا. این بعض اصحاب کیه؟ مشخص نیست. این روایت میگیم روایت مرسله. این سند هم ارزش ندارد. این سند هم ارزش نداره. صورت چهارم، این سه بزرگوار از راوی مشخص نقل روایت میکنن، ولی این مرویون عن که استاد این سه نفر است در کتب رجالی نسبت به این مرویون عن ساکت است. نه تصریح توثیق شده است، نه تصریح به عدم بفرمایید توثیق شده است. اینجا چه کار کنیم؟ اینا رو چند بود چه از میکنم؟ صفوان ابن یحیی روایت میکند از شخصی، اما این مرویون عن جناب شیخ توسی در رجالش، کشی در رجال خودش نسبت به این مرویون عن و استاد این سه بزرگوار ساکتن. نمیگن موثقون، نمیگن غیر موثق. اینجا تکلیف چیست؟ این خیلی مهمه، یادداشت بفرمایید. اینجا علما میگویند نقل این سه نفر دلیل بر توثیق اون مرویون عن می باشد، چون مشایخ این سه نفر ثقه هستند و آنها از غیر موثق نقل روایت نمی کنند مگر مواردی که تصریح به عدم توثیق شده باشد. ارائه کردیم 18 نفرن، به اینا میگن اصحاب الاجماع. اجمعت الامامیت علی تصحیح مایسه. شما باید صحیح بدونید آنچرا که این 18 نفر نقل روایت میکنن. درست شد؟ پس هر کجا مرویون عن مشخص باشد اما توثیق و عدم توثیقشون تصریح نشده باشد، اما چون راوی این یکی از این سه نفر باشند اینا از غیر موثق نقل روایت نمی کنن، کشف میکنیم که اون مرویون عن آدم بفرمایید موثق است. حالا ما این سه نفر رو به عنوان مثال دادیم. یادداشت کنید مرحوم شهید سعد از همین را استفاده می کند که عمر ابن حنظله
موثق است. عمر ابن حنظله بفرمایید موثق است، چون در فروع کافی، ببینید عزیزان، آدمی که محقق باشه مثل شهیدسعد چیز جدیدی کشف میکند، شاید به ذهن قبلی ها نرسیده باشه. لذا شهید محمد باقر سعد قبل از اینکه به سن تکلیف برسه به اجتهاد رسیده بود. دقت فرمودید کتاب‌هایی که ایشون واقعا در فقه، در اصول، در اقتصاد، تو فلسفه داره در نوع خودش بدیع میباشد. خب در فروع کافی در باب صلات فی تعیین وقت صلات ظهر روایتی داریم از صفوان ابن یحیی از یزید ابن خلیفه. خب که این آقا کی؟ یزید ابن خلیفه به امام صادق عرض می کند. خب روایت دقت کنید. ان عمر ابن حنظله اتانا انک به وقت. ان عمر ابن حنظله اتانا انک به وقت، یعنی این آقای یزید ابن خلیفه به امام صادق میگه عمر ابن حنظله اومده از طرف شما. امام صادق میگه وقت نماز ظهر فلان موقع هست. درست شد؟ امام فرمود، مهم اینجاست، امام فرمود اذن لا یکرب علینا، اذن لا یکذب علینا. در این هنگامی که عمر ابن حنظله از ما خبر میده لا یکذب، بفرمایید دروغ بر ما نمیبنده. در این روایت نسبت به آخرین راوی یعنی یزید ابن خلیفه توثیق خاص در کتب رجال وجود ندارد، ولی چون راوی قبلش صفوان ابن یحیی است و از یزید ابن خلیفه نقل می کند و صفوان از غیر موثق نقل روایت نمی کند، پس توثیق صفوان بفرمایید محرز می شود. حال روایت از نظر سند معتبر می شود. این آقا از امام صادق نقل روایت می کند و امام می فرماید عمر ابن حنظله به ما دروغ بفرمایید نمی گوید. پس طبق فرمایش امام صادق اگر گفتیم توثیق عمر ابن حنظله اثبات می شود. نمیدونم مطلب رو رسوندم یا نه. پس روایت رو آخرین راوی که یزید ابن خلیفه باشد تو کتاب رجال چیزی ازش نگفتن، اما چون
شاگردش صفوان ابن یحیاست. اساتید صفوان ابن یحیی آدمایی که هم موثقن، پس این روایت از نظر سند مشکلی ندارد. از نظر متن امام صادق فرمود عمر ابن حنظله بر ما دروغ نمیگوید. پس امام وثاقت عمر ابن حنظله را چا کرده؟ شهادت داد. این یک. بله، مضافاً به این که این مضافاً خیلی مهمه، روایت دیگری داریم که صفوان ابن یحیی مستقیم از خود عمر ابن حنظله نقل روایت میکنه. وسائل الشیعه باب و مواقیت الصلات، باب 5 حدیث 2. یعنی چی؟ عن صفوان ابن یحیی عن عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام. الان جناب صفوان بدون واسطه از کی نقل میکند؟ از عمر ابن حنظله. قاعده گفتیم اگر استاد صفوان ابن یحیی در کتب رجالی ازش ساکت باشند، علمای ما میگویند مشایخ این افراد آدمایی که هم بفرمایید ثقه هستند. پس بنابراین عمر ابن حنظله طبق روایت اول امام فرمود اذن لا یکذب علینا، طبق روایت 2 اصلا مروی عن خود صفوانه. طبق این قاعده و روش اول روایت عمر ابن حنظله روایت معتبره است. پس تعبیر به مقبوله به خاطر عدم توجه به این نکته است. اگر به این نکته توجه بکنیم دیگه تعبیر به بفرمایید مقبوله نمی کنیم، تعبیر به معتبره می شود. دقت فرمودید؟ این یک نکته رجالیه به نظر من خیلی نو، دقیق و مفیدی است که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. پس روایت عمر ابن حنظله از نظر سند طبق این طریقه اول معتبره. راه 2 که بگیم مقبوله نگیم، بگیم روایت معتبره. راه 2 ذم القرائن است. ذم القرائن یعنی از قرائن فراوان ما میتوانیم استفاده بکنیم که آقای عمر ابن حنظله آدم چیه؟ بله، موثقی هست. از قرائن استفاده میکنیم. به عنوان مثال 1 در کتب 4 از عمر ابن حنظله روایات فراوان نقل شده است. آیا ستاری؟ اگه آدم موثق و معتبری نباشد، مرحوم کلینی، توسی، فهان، این همه روایت ازش نقل میکنن، معلومه که آدم معتبری هست. دقت کردید؟ این یک قرینه. 2 روایاتی که در باب مدح عمر ابن حنظله وارد شده است. همین الان از امام صادق خوندیم اذن لا یکذب علینا. درست شد؟ اینم قرینه چندم؟ 2. 3 اکابری از علما و راویان بزرگ مثل اصحاب اجماع
از عمر ابن حنظله نقل روایت میکنن. مثال زدیم صفوان ابن یحیی از کی نقل روایت کرده؟ عمر ابن حنظله. و اگر ایشون آدم معتبری نبود، شخصیتی مثل صفوان ابن یحیی از اون نقل روایت نمی کرده. قرینه چهارم، اصحاب به روایت عمر ابن حنظله عمل کرده و میکنن. با تجمیع این قرائن انسان اطمینان به بفرمایید وثاقت جناب عمر ابن حنظله پیدا میکند. خب ببین، ما داریم اول اون حق کسانی که میگن قاضی باید مجتهد مطلق باشه، داریم پایه های حرفشون رو محکم میکنیم. ادامه بدید. اولین و مهمترین دلیل قائلین به این که منصب قضا فقط برای مجتهد مطلق است لا غیر، همین روایت عمر ابن حنظله هست. که امام علیه السلام می‌فرماید ینظران یعنی کی؟ مترافعین، دو نفری که با هم اختلاف دارن. ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، بله، قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. بعد روایت ادامه داره فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و رد علینا الرد علی الله و هو علی حدش شرک. خب آقایون میفرمایند که امام علیه السلام میفرماد قد روا، بفرمایید، حدیثنا نزل فی حلالنا و حرامنا. این روایت ظهور دارد که شخص نظر داشته باشد به همه حلال ها و حرام ها و عارف باشد به همه احکام ما. این ظهور دارد در مجتهد مطلق و شامل مجتهد متجزی نمی باشد. خب اما اینکه مجتهد مطلق منصب قضاوت برای او جعل شده است، اون تعلیلی که امام فانی قد جعلته علیکم حاکما، بله، من چنین آدمی را که عرف حلالنا و حرامنا، عارف به احکام باشه، من ایشون رو به عنوان حاکم و قاضی برای شما قرار دادم. درست شد؟ پس این روایت ظهور دارد در مجتهد مطلق، شامل مجتهد متجزی نمی شود. این خلاصه استدلال به این روایت. روایت دوم و دلیل دوم، بله، مشهوره ابی خدیجه می باشد. مشهوره ابی
خدیجه می باشد. که آغاز روایت این که شما به قضات طاغوت مراجعه نکنید. امام بعد میفرماد ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. خوب بدانید کنید الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم. مهم این زیده فانی قد جعلته غاویا فتحاکموا. من این آدمی که یعلم شیئا من قضایانا، بله من ایشون رو قاضی قرار دادیم، پس برای امر قضاوت به نزد او مراجعه کنید. درست شده؟ پس کسی که یعلم شیئا من قضایانا، امام این رو منصب کیفیت استدلال این رو یادداشت کنید. میگویند منظور از شیئا من قضایانا به مجتهدی که چند فتوا داده باشد صادق نیست، بلکه بر کسی صادق است که بله مقدار معتدم به بفرمایید فتوا داده باشد. این خلاصه دلیل این بزرگوارها که میگویند قاضی که از طرف امام نصب می شود باید مجتهد مطلق باشد، نه مجتهد متجزی. خب این خلاصه فرمایششون به نظرم دیگر روشن باشه دیگه. اما صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه برخلاف این بزرگوارها نظرش آن است که اجتهاد مطلق شرط نیست و انحصار در مجتهد مطلق بفرمایید نیست. چرا؟ به چند دلیل. یک، اولا مقبول ظهور در قاضی مجتهد مطلق دارد، ولی مفهوم بفرمایید ولی مفهوم ندارد که قاضی منحصر در مجتهد مطلق باشه. بله این روایت ظاهرش اینه که امام میگه مجتهد مطلق رو من بفرمایید قاضی قرار دادم، اما معناش این نیست که اگر یه وقتی مجتهد متجزی بود تخصص در باب قضا داشت امام او رو منصب قضاوت نداده باشه، چون اثبات شی نفی معدا نمیکنه، چون لسان روایت لسان ایجابیه، لسان سلب و نفی نیست. نمیدونم مطلب روشن شد یا نه؟ این از روایت. ثانیاً مشهوره ابی خدیجه اگر نگوییم تصریح در تجزی دارد، بفرمایید ظهور در تجزی دارد.
چون امام فرمود یعلم شیئا من قضایانا، بله، یعلم شیئا من قضایانا، فرمود این من داره بیان میکنه اون چی رو؟ شیئا، یعنی کسی که برخی از قضایای ما را بداند، بعضی از احکام ما را بداند، فجعلوه بینکم قاضیا، این رو به عنوان قاضی برای خودتون قرار بدید. پس روایت ابی خدیجه دلیل بر اجتهاد مطلق نمیشه، بلکه برعکس شاهد و دلیل میشود برای مجتهد. بفرمایید. متجزی. ثالثاً، سابقاً روایتی نقل کرده بودیم از اسماعیل ابن فضل هاشمی در باب نکاح موقت. یادتون هست قبلا خونده بودیم نکاح موقت. امام علیه السلام در جواب راوی فرمود علق عبدالملک فسأله عنها. آی سرور، علقه یعنی چی؟ ملاقات کن. ملاقات کن عبدالملک ابن جریج را فسأله عنها. عنها یعنی چی؟ یعنی نکاح موقت. مهم تعلیله، یادداشت کن این تعلیل را. فإن عنده منها علما. فإن عنده منها علما، چون عبدالملک نسبت به نکاح موقت چی داره؟ علم و آگاهی داره. نه گفتی که در سایر ابواب هم چی داره؟ آگاهی داره. میگه در این مورد به خصوص چون علم و آگاهی داره، علق عبدالملک فاسأله، او رو ملاقات کن، ازش سوال کن. یادداشت کنید العلت تعمم. العلت تعمم یعنی اختصاص فقط به باب نکاح موقت ندارد، این از باب مصداقه. یعنی هر کجا که طرف علم و تخصص نسبت به او دارد، علق فاسأله، بله، دنبال او برید و از او بفرمایید سوال میکنید. پس بناءً علی هذا منصب قضاوت برای مجتهد متجزی بلا اشکال است. لعل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با توجه به این مطالب صریحاً فتوا نداد که مجتهد متجزی نمیتواند قاضی بشه. گفت بنابر احتیاط واجب با وجود مجتهد مطلق، مجتهد متجزی منصب قضاوت پیدا نمی کند. لعل وجه احتیاطش همین باشه. اینکه صریحاً فتوا نمیده مثل مشهور، شاید همین وجه‌هایی باشه که صاحب جواهر فرموده است. خب تا اینجا ما اقوال رو گفتیم، ادله رو هم بیان کردیم. لعل والله العالم. لعل والله العالم حق با صاحب جواهر باشه. حق با صاحب جواهر باشه، همان گونه که در مقام فتوا مجتهد متجزی
می توانست فتوا بدهد و دیگران از او تقلید کنند، کما قلنا در باب قضاوت هم اگر مجتهد متجزی تخصص در امر قضا داشته باشد، بله، میتواند به عنوان قاضی حکم بکند و حکمش نافذ باشد. اما یه تذکر میخوام عرض بکنیم. مرحوم صاحب جواهر علاوه بر مجتهد مطلق، علاوه بر مجتهد متجزی، حتی گفت مقلدی که عالم به فتوای باب قضاوت باشد هم میتونه قاضی باشد. ما میگیم و فیه تأمل، دیگه بیش از حد است و باز بگذاریم که میگیم مقلد هم میتونه منصب قضاوت داشته باشد. این وجهش برای ما روشن نیست. اما مجتهد مطلق، مجتهد متجزی میتوانند بله در منصب قضاوت بنشینند و فتوا و حکمشون هم نافذ می باشد. هذا تمام الکلام در بحث اقسام اجتهاد که مدتها وقت ما رو گرفت. گفتیم الاجتهاد و اما مطلق و متجزل. بعد در رابطه با تجزی در اجتهاد 3-4 تا بحث رو مطرح کردیم. اما مقام بعدی، یادداشت بکنیم بحث بعدی رو. مقام بعدی بحث ما معدات الاجتهاد. معدات الاجتهاد. آیا هر کسی که ادعای اجتهاد بکنه ما میشه بگیم مجتهد؟ نه، باید مراحلی رو گذرانده باشد، مقدماتی رو طی کرده باشه. در این صورت ما میتوانیم بگیم هذا مجتهدون. به اون علومی که باعث میشود شخص ملکه استنباط رو پیدا بکند، به اون علوم و دانش‌ها میگیم معدات بفرمایید اجتهاد. اونجا انشاءالله بحث مفصلی خواهیم داشت. آیا همه این علوم لازمه یا برخی از این علوم لازمه؟ انشاءالله اگر خدا عمری مرحمت بفرماید ما مباحثه من را همین امروز همینجا به اتمام میرسانیم، چون هفته آینده در چنین ایامی ما سفر به ایران داریم برای اجلاسیه سالانه رؤسای نمایندگی های جامعه المصطفی. چون آقایان هم دارم آرام آرام میرم برای عمل تبلیغ محرم و سفر. انشاءالله طبق روال دروس حوزه دوستانم اطلاع میده، ما همون بحث معدات اجتهاد رو آغاز خواهیم کرد.